رحمت خدا در طول سال چقدره؟ این همه گناهکار از خوان کرمش میخورن، این همه گناهکار بماند کافر را الله تعالی از با رحمتش میده میخورن، از حق حیات و زندگی محرومشون نمیکنه. منکر آتئیست با خدا سر جنگ داره، خدا از دنیا محرومش نمیکنه با همون رحمت عامش. اینقدر رحمت. این همه گناهکار میبینه ستاری و هل میکنه رسواشون نمیکنه. این همه رحمت، همه این رحمت الله تعالی در طول سال رو یه جا جمع کنیم، اینا در مقابل رحمتی که خداوند در رمضان داره، اینا قطره است. این رمضان، این رحمت طول سال 11 ماه، اینا قطره است. رحمتی که خدا در رمضان داره اون چیه؟ دریاست. باز رحمتی که خدا در طول رمضان دارد اون رحمت قطره است، و رحمتی که خدا در شب قدر داره اون رحمت چیه؟ دریاست.